سلام فقط حالتون چطوره؟ به اکانومیشن وی خوش اومدید. توی ویدیو من سراغ کنفرانس کامیک کان، همون کنفرانسی که سازندگان خانه جغد با آمفیبیا اونجا حضور داشتن که به صورت استریم پخش شد اینترنتی و اونجا یک کراسوور زدن، کراسوور بین دو تا انیمیشن اما به صورت صوتی. ما میخوایم تو این ویدیو در مورد کراسوور حرف بزنیم و نکات مثبتش رو بگیم و بگیم داستان از چه قرار بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بزن بریم. همون موقعی که دیزنی این کنفرانس رو تایید کرد دیگه ما منتظر موندیم تا این کنفرانس انجام بشه و به صورت یک ویدیو تو یوتیوب پخش بشه تا ما بتونیم در موردش حرف بزنیم و بگیم که چطور بود. این کنفرانس پخش شد 47 دقیقه است که در مورد یه سری چیزای خانه جغد و آمفیبیا صحبت میشه. اولش در مورد خانه جغده که چجوری انیمیشن رو ساختن، چجوری طراحی کردن، اوضاع چجوری پیش میره، اینکه چقدر این طراحی خفن باحال، اینطوری حرف میزدن و در مورد همین قضايا بود. و بعد از اون مدبرال در مورد فصل سوم آمفیبیا صحبت میکنه، یه سری نکات رو میگه، نکاتی که مخاطبا حتما با میدونستن. مثل چی؟ میگه که زمان تو آمفیبیا چجوری میگذره با دنیای واقعی و مدبرال هم جواب میده زمانش مثل نارنیاست و همینطور توضیح میده و بعد یک کلیپ از فصل سوم نشون میده، قسمت اول فصل سوم که خیلی باحال بود. این کلیپ ها رو فقط تو همین کنفرانس کامیک کان پخش شد و قبل از اون نه دیزنی رو نشون داده بود نه کسی دیگه ای. تو همین کنفرانس قرار بود نشون داده بشه به مخاطبا که همین کارم کردن و بیشتر مخاطبا دیدن که فصل سوم قرار چجوری شروع بشه. تاریخ شروع فصل سوم آمفیبیا هم تایید شد که 10 مهر ماه قبلا یه سری شایعات جدید منتشر شده بود که میگفتن فصل سوم آمفیبیا قرار اردیبهشت خورده سال بعد منتشر بشه و پخش بشه، اما انگار اینطور نیست. طبق شایعات قبلی، شاید که بعد از پایان فصل دوم آمفیبیا منتشر شد، فصل سوم قرار تو پاییز پخش بشه. بعد صحبت در مورد انیمیشن هاشون و داستان و طراحی و اینا میرن سراغ کراسوور صوتی و خیلی هیجان زده بودن و همه هستن، صدا پیشگان هستن و همه چیز آماده است که کراسوور صوتی اجرا بشه. مدبرال سازنده آمفیبیا با دیناتری سازنده خانه جغد این فیلمنامه رو آماده کرده بودن، داستان نوشته بودن که خیلی فوق العاده عالی بوده. این فیلمنامه به صورت صوتی اجرا شده، اما انگار میشه با همین فیلمنامه یک قسمت جدا رو بسازی، یک قسمت جدا که اونجا این کراسوور اجرا بشه، یک قسمت ویژه. اینطوری میشد، همینطوری هم انگار انجامش دادن اما به صورت صوتی. همه چیز عالی بود اما صوتی بود. تصویری که بود فوق العاده میشه اما انگار این کارو نکردن و به همین صوتی هم دل بستن. کراسوور صوتی رو شروع میکنن، از خانه جغد شروع میشه و دیناتر شروع میکنه به توضیح دادن اینکه تو بورلینگ آیلندن و از این جور حرفا میزنن. خب لوز داره یه جور طلسمی رو اجرا میکنه که یه دروازه باز بشه و بتونه برگرده به دنیای خودش، دنیای انسان ها. داره همچین حرکتای میزنه، خیلی تلاش کرده اما نتونسته. این بار از ایدام کمک میگیره و ایدا خب خیلی سورپرایز شده که داره همچین کاری میکنه لوز، اما میره پیشش میخواد بهش کمک کنه. دو تا حرف زده میشه، چند تا کار انجام میدن، ولی لوز خیلی میخواد محتاط باشه و میگه که احتمالش خیلی کمه که این کار عملی بشه، اما اگه بشه من میتونم برگردم به دنیای خودم. ولی ایدا سری کارا انجام میده. یهو آزمایش بدون اطلاع لوز شروع میکنه و یهو بوم. تو همین زمان تو دنیای آمفیبیا خانواده پلنتر که اسپریگ و آنی و هاپاپ و پولی هستن دارن تو جنگل دنبال عناصر میگردن و همینطور حرف میزنن. پولی دماغ گورکن بزرگ زش رو فشار میده و اون گورکن به اون حمله میکنه. خانواده پلنتر فرار میکنن، داد میزنن. ایدا و لوز توسط پورتال که باز شده وارد دنیای آمفیبیا میشن و ایدا خیلی جوگیر میشه و میگه اینجا دنیای انساناست. کرم میبینه و بهش تعظیم میکنه و کار مسخره خودش انجام میده. همینطوری لوز میگه که یه صدایی داره میاد. خانواده پلنتر میان و با ایدا و لوز برخورد میکنن. آنه به لوز برخورد میکنه و دوتاشون میافتن. هاپا میپرسه که شما مردم کی هستید؟ اسپریگ هم تعجب کرده و میگه یه آن جدیده و اون طرف هم پولی میگه یه آنی که درست لباس میپوشه. ایدا هم میگه واو مردم قورباغه‌ای و به لوز میگه که بای به من خون سیب بدی، از اینجا حرفا میزنن چون برای همین خون سیب اومده بود بهش کمک کنه. آن به لوز کمک میکنه که بلند شه و دوتاش هم دیگه نگاه میکنن، خیلی تعجب کردن، هیجان زدن و میگن که یه انسان دیگه. آنی میپرسه یه انسان دیگه و شروع میکنن به صحبت کردن، همدیگه رو معرفی میکنن. این خودش رو معرفی میکنه، اون خودش رو معرفی میکنه و میگن میتونیم دوستای خوبی باشیم. تو همین زمانی که دارن صحبت میکنن اون گورکن بزرگ و زش میاد سراغشون. هاپاپ خیلی ترسیده پای ایدا رو میگیره و میگه که کمکمون کن بانوی روباهی و ایدا میگه ولم کن.
لوز میگه بسوارش به من و میخواد با جادو جلوی اون گورکن رو بگیره، باش مبارزه میکنه و این طرف هم اسپریگ میگه بریم کمکش. آنه و پولی و خود اسپریگ میرن به کمک لوز و اون گورکن رو شکست میدن و گورکن فرار میکنه. آنه خیلی تعجب کرده و به لوز میگه تو جادو بلدی؟ جادو انجام دادی؟ لوز میگه آره، یه جادوگر، در واقع جادوگری که داره تمرین میکنه، اما اصلیتش من از دنیای انسان ها اومدم. پولی میپرسه تو که لباست از آن بهتر اینجا چیکار میکنه؟ هاپا بهش گیر میده، اما ایدا میگه که از انرژی این موجود کوچیک خیلی خوشم میاد و میزنن قدش. لوز میگه در واقع داریم دنبال راه میگردیم که بتونیم برگردیم خونه. آنه هم میگه بهم نگو تو هم توی دنیای دیگه گیر افتادی. آنه هم یه سری حرفا میزنه و آخرش میگه آره. آنه دست لوز رو میگیره و خیلی هیجان زده شده و بهش میگه که کل سال ازت دارم، چجوری اون کارو کردی؟ دل برای پدر مادر تنگ شده؟ غذاهای اونجا چجوری بودن؟ و اون طرف هم لوز میگه منم کلی ازت سوال دارم، این که از کجا گرفتی اینجوری بجنگی؟ تا هم خانواده پیدا کردی یا چند تا شخص وحشتناک؟ و اون طرف هم آنه دیگه کلا هیجان زده شده، میگه که میتونی من و تو بریم با هم اینجا بخوابیم، یعنی بخوابیم حرف بزنیم، چون حرفا میزنه. و اونورم هاپاب میگه فکر نکنم ما اینا رو نمیشناسیم و به ایدا میگه که اسم شما چیه؟ ایدا میگه که من ایدا هستم، جادوگر قدرتمند بویلینگ آیلند و از اینجور حرفا دیگه میزنه، خودشو خیلی بزرگ جلوه میده و میگه که تا همین چند وقت پیش بودم، چون الان دیگه جادوش از بین رفته، دیگه نمیتونه جادو کنه. و به هاپاب میگه میتونی منو ایدا صدا کنی، مرد قورباغه کوچیک، و این چشمک هم به طرف هاپاب میزنه. هاپاب دیگه سرخ میشه، خیلی سرخ میشه و میخنده و یه جور حرفایی میزنه. اسپریگ متوجه نکته تو پورتال میشه و میبینه که پورتال شروع کرده به تزلزل و تلنگر و به ایدا و لوز میگه که پورتال شما همیشه این کارو میکنه. لوز متوجه و وحشت زده میشه و میگه که بهتون گفتم این ناپایداره، پورتال ناپایداره. لوز به آنه میگه که خیلی متاسفم ولی ما باید بریم. آنه میگه که جرأتشو نداری که بری و خب خیلی ناراحت میشن و با هم درد و دل میکنن. بعد که درد و دل میکنن ایدا از شونه لوز میگیره و میگه شرمنده، من نمیخوام تو دنیایی که پر از قورباغه است گیر بیافتم، دنیای شیاطین ما داریم میایم. آنه میگه کافیه از اینجا بریم بچهای دیونه و برای آخرین بار میگه لوز هم برای آخرین بار برمیگرده و دوباره با هم درد و دل میکنن. اون میگه که ما میتونیم هر دومون دوباره برگردیم پیش خانواده هامون و از اینجور حرفا. لوز حرف آخرشو به آنه میزنه و بهش میگه که مراقب خودت باش، من واقعا موهات دوست داشتم و پورتال بسته میشه. بعد از این پورتال بسته شد آنه میگه که چقدر شبیه هم بودیم، دو تا دختر که تو دو تا دنیای مختلف گیر افتادن و نمیتونن برگردن پیش پدر مادرشون. همینجور حرف میزنه و بعدش هم خب اسپریگ و پولینا حرف میزنن و میخوان برگردن. یهو هاپاب میگه که دل صبر کنید، کیف پول من کجاست؟ ایدا که دوباره به دنیا خودش برگشته بود به لوز میگه که نظرت چیه بریم کینگو پیدا کنم با هم بریم نهار بخوریم؟ لوز میگه یه دختر انسان که داشتم باش حرف میزدم، حتی چیزی ندارم که اونو به یاد بیارم. اون طرفم ایدا یکم میخنده و یه کیف پولو در میاره و لوز میفهمه که این کیف پول مال همون هاپاپه، مال همون قورباغه است و عصبانی میشه، میگه که چرا کیف پول اون قورباغه رو دزدیدین؟ ایدا میگه خب نمیتونیم کاری کنیم، اون اونجاست، نمیتونیم کیفولو بهش برگردونیم، پورتال هم بسته شده. و لوز هم میگه که خب ما باید دوباره اون جادو رو انجام بدیم، دوباره اون پورتال رو باز کنیم و برگردیم اونجا و کیفولو بدیم. ایدا میگه که شاید یه روزی. خب داستان کراسور همین بود که به صورت صوتی انجام شد. میتونست قسمت ویژه باشه و قوقا بپاک کنه، اما خب صوتی بوده. صوتی بودن کراسور چیز از جذابیتش و داستان خفنش کم نکرد و واقعا عالی بود. البته اینو هم بگیم که موجی کامیکون از این کراسور چقدر خوشش اومد و گفت که کراسور عالی بود و داستانش خیلی فوق العاده بود و ما با حتما این کراسور رو به صورت انیمیشنی ببینیم و انیمیشنش ساخته بشه. دیناترس و مد برالی با حرکتایی که داشتن ابراز علاقه کردن به ساخت این کراسور، ولی باید دید که چه اتفاقی میفته. دیزنی اجازه ساخت این کراسور میده یا نه؟ معلومه که کارگردانان و سازندگان دوست دارن کراسور رو. یه نکته مهمی که هست تو این کراسور بود و باید بهتون بگم اینه که خط زمانی داره خیلی درست پیش میره. یعنی الان خانه جوق داره فصل دومش پخش میشه، اون طرف فصل دوم آمفیبیا تموم شده و اونا وارد زمین شدن، تو دنیای آمفیبیا که نیستن. تو این کراسور میبینیم که ایدا و لوز به وسیله اون پورتال که به طور اتفاقی ساخته بودن وارد دنیای آمفیبیا میشن و آنه و رفقاش اونجا هستن، در حالی که تو پایان فصل سوم اینا میرن زمین و اونجا نیستن. پس ما میفهمیم که خط زمانی داستان خیلی خوب داره جلو میره
میشه و یه چیزی بین قسمت 5 تا 6 خانه جغده، فصل دوم خانه جغده و همینطوری هم تو آمفیبیاست. یعنی فصل دوم آمفیبیا قسمت 5 تا 6 بین همین قسمت ها این کراسور اتفاق میفته. با این چیزا که گفتیم خط زمانی و داستان این دوتا انیمیشن آمفیبیا و خانه جغد تو یک راستا هستن. اگه اون داره قسمت آخر فصل دومش پخش میشه اتفاقات داره میفته، پس تو خانه جغد هم همینطوریه، اتفاقات افتاده. اگه فصل دوم آمفیبیا تموم شده و اتفاقات هم تموم شدن، این طرف هم فصل دوم خانه جغد تموم میشه و اتفاقات هم تموم میشه. خط داستانی و زمانی تو یک راستا هستن و از همین کراسور صوتی میشه اینو فهمید. چون خانه جغد قسمت 5 پخش شد و بعد از اون این کراسور صوتی انجام شده و کلا بعد از اون قسمت این کراسور داستانش اومده بیرون. خیلی کارشون درست بوده و تونستن خیلی خوب زمان بندی کنن. خب این از این کراسور صوتی که گفتم در موردش ویدیو میسازم. دمتون گرم رفقا که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.